ناخستم بشینی یو تنگ تاب ده نازه بله سلام علیکم نازه خیراتی نازه Kan jak şu ayda bir dava خیراتی ما کور میریم شما دی کور داده نمیگم یا دودیا که میشه اومدی کور چناتیا ما نگهمان تو بود صحبت با خدا خواهد ان شاء الله نالاش خدا خواهد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي بعث الانبیاء والرسول للهدایة للعباد وافضل الصلاة واتم السلام على رسوله محمد خاتم الانبیاء والمرسلین حب القلوب وشفائها محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا ما شما عزیزان و این خاندان مبارک و مناسبت فرا رسیدنی توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم تبریک و مبارک باد میگیم. الله سبحانه و تعالی در این سحری پرفیض پربرکات سحری جمعه مبارک انشاءالله امروز حج المساکین است. الحمدلله برای مسکینان حج است. امروز خداوند در این سحر دیدار یکدیگر دیدن مناسب دید انشاءالله. همچنان این خاندان انشاءالله یعنی تبریک و مبارک باد میگیم. الله سبحانه و تعالی یعنی به طفیل این کودک در این خاندان جمع شدیم. الله سبحانه و تعالی این کودک عمری دراز رزق فراغ تنی صحت خاطر جمع در آینده که عالمان و قاربانی و عمل گشتنش را الله اله نصیبه بدارد و این چونین روزی خرسندی شادی را الله سبحانه و تعالی با کل خاندان ما و شما اله مناسب بگرداند. خداوند البته این برادر توشه مبارک گردوند. چی مقصد و چی آرزوها دارند خواه دینی است و خواه دنیاوی الله سبحانه و تعالی و فضل و کرمش اله برآورده خیر بگرداند. یک چند سخن انشاءالله درباره تربیه فرزند میکنیم برادران اهل اسلام. البته امروز تربیه کردن فرزند بسیار مشکل شد عزیزان من، سبب که باعث عیناً انشاءالله جوانا مردها پریزیدنت در خانه نیستند، اکثر اوقات در سفر هستند. فقط تربیه به واسطه زنها شده است. زنها چینی خودش تربیه میکنند. زن چون که انشاءالله خدا خواهد ضعیف است، مثل همون ضعیفیش سبب تربیه ضعیف شدن فرزند، چون که زنک بسیار مهربان است نسبت بچهش، نسبت دخترش بسیار مهربان است. از سبب بسیار مهربانیش گپی سخت زدن میتوند، تربیه خوب کردن نتونسته است. عزیزانی من بین انشاءالله خدا خواهد ما هم اکثر وقت انشاءالله رئیس سفر نگیریم، اکثر وقت در خاندان شویم انشاءالله خدا خواهد زندگی میگذرد انشاءالله. الله سبحانه و تعالی هر یک بنده را بر رزقش بنا کردگی است. هر یک بنده را انشاءالله الله رزقش دادگی است. بی رزق در دنیا یگان چیز نیست، چون که کودک وقتی که انشاءالله در رحم مادر پیدا می شود عزیزان من 120 روز الله سبحانه و تعالی فرشته ارحام بچه‌دان است. همون فرشته اومده همون بنده که خدا خواهد به دنیا چی بچه و دختر است خواهش الله که تی فرزند به دنیا می آید. البته انشاءالله الله سبحانه و تعالی عمرش رزقش انشاءالله خدا خواهد بدبختیش نیکبختیش انشاءالله نیسته می شود. شما تصور کنید که رزقش انشاءالله خدا خواهد ازلی انشاءالله تا آدمی که 50 سال عمر میبیند 60 سال 70 سال عمر میبیند انشاءالله همون رزق میخورد. ما شما را نمیگیم که شما نری خیلی یک رفت یاخی بیا با 1 سال کار که خدا خواهد 2-3 سال در خاندان بشی انشاءالله خدا خواهد بچیکات تربیه خوب که دخترکات تربیه خوب که از سبب شما نبودن امروز بچه ها تو عموما بی تربیه است. عموما میدانیم فرزند از جانب خدا برای ما شما امانت است. پیامبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و آله که نعمت الله بسیار است نزد شما.
لیکن اجودهن بهترین نعمت این فرزند انشاءالله صالح است. بهترین نعمت انشاءالله تربیت کردن دختری صالح است. عزیزان من، بچه هاتون چون که از کودکی تربیت می شود، وقتی که از کودکیش که بے پروا شدی، از کودکی که انشاءالله خدا خواهد تربیتش که نکردی، وای کلانش تربیت نمیگیرد. اولا نشو. من امروزه کلان ها را بینم بچه‌ات فلان دخترم میگیریم، میگن گویی که دخترم هوا نمیگیری نمیتی بود، میگه تا که میخپموزی، میگه خود من میکشم، میگه از میبرام میرم، میگه دیگه سایه من نمیبینی، راسیه میرم، میگه گم بشم میرم، میگه ای درس نه خدا خواهد چی گوال لبه میگوی. یا دختر تا بین انشاءالله خدا خواهد امروز کلان شده، نصیحت های خوبش فکرهای خوبش میتی رد میکنه. مبادا سر سخترش بیستی اگر با چی میگن خلاقی بود نفارت خدمه میکشیم یا دارو میخیم، چندینش دارو خود است، چندینش انشاءالله خدا خواهد انشاءالله خوش افق انداختگی امروز جوان بچه ها و دختراش دست است از پیش چین دنیا. این چی است؟ باعث تربیه ما و شما است. برای همین خدا خواهد از کودکیش از گهواره انشاءالله خدا خواهد پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم که برای فرزند بهترین انشاءالله خدا خواهد چیز این تربیه است. خدا خواهد انشاءالله بهترینش یعنی تربیهش خوب که خدا خواهد از میدیکش انشاءالله خدا خواهد الله شناسونش، از میدیکش خدا خواهد انشاءالله. اونا پیش میگفتن کودکای میدیکارا وقتا که در دایره خدا خواهد دستارخوان نشتن، بچه و دخترش میگو بچه جان مبادا در کوچه یگان کرد پرسد که الله کی است بگو الله ربی ما خدای عالم است گو میگفتن. یا گوان که مبادا در کوچه پرسد که پیغمبرت کیه بگو محمد صلی الله علیه و سلم گو. مذهب با کی داری بگو با امام اعظم دارم گو. دین چیه گو مبادا دین اسلام گو. کتاب چیه گو قرآن گو. اینه عزیزان من، این چیزا را خدا خواهد تعلیمات ها را در گوش فرزندکان از کودکیش می انداختن، از کودکیش تربیه میکردن، میگفتن بچم مبادا کوچه یگان از خودت کلان بینی سلام ته. امروز سلام کجا شد؟ ما مسلمان ها سلامش میتی گویا که یک حقارته، بچهش نی بد نگاه میکند. همین روسا را بین در رسی گشته، من رسی نرفتم، همین بینم میشنسته رسی تی میگن ما شما خدا خواهد در کوچه موسیبت گذشته کلت در بالای تلفن بند اقلا دمگاه دیگه کی گذشته ساده ایم نگه نمیکنی با سلامتی علیکم نمیگیری. هنه تربیه نوشم سلام نام خدا است. نام خدا که در قلب بچه جاگیر شد وای تروریست نمیشود، وای راه گم نمیزنه. این سلام یک صفت الله است. ما مسلمان ها باید که پیغمبری بزرگوار محمد علیه السلام بی یگان کس پیش از محمد سلام دادگی نیست. میدید میشناسی نمیشناسی همین سلام خودش تربیه است. آخی گو بچه جان همین کوچه نبور مدی از خودت کلان دیدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گو. پیغمبری بزرگوار شیشتگی بودن، صحابه کتی یک جوان اومد بگد، اومد گفت که السلام علیکم. رسول گفتن که عشره. بعد با یک دیگه جوان اومد السلام علیکم و رحمت الله گفت 20 گفت پیغمبری بزرگوار. سیم جوان صحابه اومد گفت که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول گفتن که 30. پیغمبر میگه چی است؟ گفتن یکم جوانی که اومد السلام علیکم گویی 10 ثواب میگیری در نام اعمالت. السلام علیکم و رحمت الله گوی 20 ثواب میگیری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گو 30 ثواب در نامه اعمال. این گناه بوده است. سلام دادن و جواب گناه بوده که خدا خواهد امروز تو حذر میکنی. امروز این کار را نمیکنی. خاندان دو زنت نسلام ته چون نمیتی زنت نسلام ناموس میکنی. چون مادرک نسلام نمیتی پدرک امروز سلام نمیتی ناموس میکنی. کسی که میگه جوانه که خونه مدرایت این بسم الله الرحمن الرحیم گوید و دروازش کشاید خانه دارد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گوید در اون خانه شیطان در جان میمونده است. شیطان حضرت عمر گفتن که شیطان 9 فرزند دارد.
یک تاش گفتن داسیمون است، داسیم جان. همین داسیم جانی بدبخت در خاندان ما و شما جایگیرش نگه است. خاندان ما و شما میگردد. وقتی که ما اگر سلام نداده داخل خانه شیم، همون شیطان بین زن و شوهر میگه جنجال میانداخته است، حتی تا جدا شدن همه برده است. انا سلام یک تا فضیلتش در خاندانت برکه میدراید. حضرت انس ابن مالک است، یکی صحابگان بزرگ که 10 سال خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل فرزندش کرده است. 10 سال به کم بودی خدمت خانه رسول الله خدمت میکرد حضرت انس ابن مالک. همین انس ابن مالک میگه یک روز پیغمبر یگان کار کردم، گفت که چوا کردی چوا نکردی نمیگفت. یک روز گفت من، گفت بچم، گفت انس، گفت من چند نصیحت میکنم خاطرت نبودار. خب گفت پیغمبر بگو چیه همون نصیحت دی؟ یکم گفت وقتی که خاندان مدرایی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت، الله سبحانه و با توفیل این سلام در خاندانت برکه میتیه. گفت ما خواهیم که خاندان در برکه شما برای برکه شدن امروز نه پیش داملا میمونی، نه پیش بخشی میمونی، نه تمار میمونی. ولی با کارش ندار بعد چی میگه؟ پیش ملا میگه تا تمارم که دکان کار نرفته سده که عقیب نرفته سده همه دکانک تم شده. هیچ کس نماستدم میگه که السلام علیکم و رحمت الله گو. در اون دکانت فرشته ها میستن اگر عرق نباشه، در اون دکانت گوشت خوب نباشه، در اون دکانت خلاق حرامات نباشه، در اونجا فرشته ها میشه. مسلمان امروز عرق فروش، مسلمان گوشت خوب فروش با مسلمان میگن. مسلمان امروز خلاقت نشه فروش، مسلمان گره فروش. امروز من میشنم که بسیاری جوان ها امروز نشه میکشیده. نشه حرام عزیزی من مسلمانید. ناسم پرتا همه ناسم های که حرام های. و سیگارت از با اکثر جوان ها کروتا همه رسی رفته $200 در چندک شورده یک تخلاقت یک سپارتیف کچه یک کرته سبکه یک سفیدک در کوشه با چیلیم کرشته و بجای چیلیم خلاقت 15,000 های 8 نون میتی خلاقت نون خل کلونگری نکر خلاقت انشاءالله یک خلاقت دت یک نتاقی خل بجای خلاقت یک پچکش 25 و 30,000 های 10 تکشی 300,000 میشه. پول گفته در رسی خلاقت چی کارا کردی الله میدونه. یک سون که گفته خلاقت اگر پاچی من مولگا میمولیش پولم که گفته خلاقت چی کارا میکنی ای همون جا که اومدی بعد در اینجا کروتوی خودت مهنت نه خودت بسوز. این چیزا حرام است عزیزی من، نه که این کار خلاقت. انشاءالله باید که انشاءالله خلاقت جوان شوی، جوانی خوب شو، جوانی خدا جو شوی انشاءالله خلاقت. دویم گفت از خانت که مبرایی گفت کسی که میشناسی نمیشناسی السلام علیکم و رحمت الله بگو عزیز خدای السلام علیکم نام خداست، معناش است من به تو خدا خط تینجی میخوام، آسایشتگی میخوام. و علیکم السلام من به تو هم تینجی و آسایشتگی میخوام. تگی چی دهی؟ یگان گوی نیست خدا خط انشاءالله. شب گفت نماز گفت بسیار خون کنی کدامی تو جوان خیلی بگو که من شب تا سهره ای ساعتی 12 سکن نماز میخونم. کی خونده است؟ نماز تهجد نمیخونی کلونگری بکن. بعد من سنت میکنم سنت کنی سنت در خلوت کن در جایی که فقط خدا بینتش کس نبیند. انا سنت گفتن شب گفتن بسیار کن انشاءالله خدا خد نمازه. فرشتا گفتن تا حمایه میکنن خواهی که تونه بلا نرسه آفت نرسد ساعتی 2 3 خیزو خدا در عبادت که خدا خد نمازهای تهجد خون، نمازهای نفل خون، حاجت خون انشاءالله الله مقصد میرسونه. من یک حکایت میگم تو خدا خد انشاءالله. یک جوان بینید پیش یک جورش میراد میگه من یک سودا میکردگیم بیزنس میکردگیم همین من در میگه اگه یاردم نمیکنی خواب میگه چیکار کنم 1,000 دینارم بوده همین پولا گیرم و من بیزنس کنم زندگیم خوب شود. و جوان میگه که بدورم میگه خیلی پولا میتیمود میگه تو این پولا کار کن تو آخر عاقبت از دیگه با جدا نشیم، آخر عاقبت دوستی ما برباد میتیم. گفت میتونم. گفت بادا
1000 دینار قرض حسنه دادش. امروز پرسن نه. امروز چه افتی شما خدا خد 1 سوم داده 10 سوم که گفته سه بناموس حرام. پولی حلال تم حرام داریم دوست. میگه بعد $1000 دادش با رنگ ما تو تا جوره نمیگه پول داد گفت که من دا بار بیاره این دو تجوره میگه گریخ برفت بیچاره پولم گم کرد رهشم گم کرد وقتی میگه معینی میگه وعده شده اومد میگه این خانه برفت این جوره حالی جوره که یک تینده نبگیرد باور مکن با دوستت کم اعتقاد در پوستت این جوره همه شکل امروز برای چی های مال داری زن داری دختر داری امروز شیره داری یکان سری رابری زنبه داری میچسبد همون کار که فرمدی با حقارت که گجا بودا غیبت که میگن حرام خور بدی دست بد فلان بد انا جوره روش هستی همه کنه جوره جوره همش وقتی چه جوره او جوره بالا جوره الله جوره 1000 گناه میکنی 1000 خطا میکنی یک بارک در پیشونی نمیزنه نمی امروز 35 40 دولمده نماز نمیخوانی یک بار خدا خواهد انشاءالله شرمندت نمیکنه این جوره سهر شرمندت میکنه با بعد میگه شب اومد میگه پول نیافت زنی صالح داشت زنی خدا ترس داشت ولی من گفت زنی فرمان برداری پارسا گفتی شیخ زدی کند مردی درویش را پادشاه پیرا 5 نوبت بیزد بر درت اگر یاری موافق باید در برد برا میگه 5 وقت نماز در مسجد خون اگر زنی خوب داشت داشتی زنی که صالح باشد دیر تا بردارد گفت مرده گفت کن فقط خدامون می اگه خدا اونده فقط مراجعت میکنیم تکیه به الله میکنیم نمازی خوفتن میخونیم هر دوم امشا خواه نمیره منم بایستی خواه شو عبادت شما را بگوید 1000 مرتبه من محمد نه صلوات میگم 1000 مرتبه تو صلوات میگوی همین خدا اگر ما نجات نتید دیگه نجات نیست تو سهر شرمنده بشه و پیش جوره میره خواهد گفت آدمت میگه دفشا میگه تا چی گفت من خجالت امروز چیکار کردن تو ندونستی میگه صلوات نشیشتن میگه مرده که 700 800 تا گفت بسیار هلاک شدگی بود خواب غلبش کرد خوابش بود زن میگه اون صلوات میگه با آخر رسول پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم در خوابش دور ماند گفت بنده خدا گفت خطر غم داری امتم گفت کناش نگرفتش گفت میدانی گفت سهر چیکار میکنی سهر پیشی فلان حاکم میروی همون 1000 دینار تمیتیه سهر از خوابش میخیزم بیچاره دو دیله میداداشد نمیداداشد دو دیلش در نزد همون حاکم میرود وقتی که نزد دروازش میگه که حاکم منتظری همین جوان بود وقتی که میرود میگه در این جوان در کنارش میگیرد میگه میدانی میگه من یک آرزو داشتم که در خواب محمد صلی الله علیه وسلم بینم امشب با توفیل تو من محمد سزاوار شدم دیدن شده چی مشکلات داری میگه من 1000 دینار میگه برادر دادش بینه 1000 دینار گرفت میگه خرسان میگه دایده میگه پیشی چی برفت پیشی میگه او جورش برفت میگه او جورش هم برمد در کناش گرفت میدونی من یک مقصد داشتم که همین محمد در خوابم بینم امشب با توفیل تو محمد دیدم من هم بحری 1000 دینارم برمدم در راه خدا دادم با انی 1000 دینار تونه پدر کرد من 3000 دینار نمیگم مشرف شد انی خیلی ما خدا خواهد یاردم چی داریم شب خدا خواهد انشاءالله عبادت کن شب خیلی انشاءالله انسا گفت شب بسیار عبادت کن چون که فرشتا تو در دوست میده خدا یاردم میکنه خدا هر شب روی آسمون دنیا می آید 3 ندا میکنه کسانی هستن که توبه کنن من توبه قبول میکنم امروز شانس داده خدا خواهد انشاءالله خدا توبه که میگه استغفر الله گو برگرد بیا کن نماز خون بیا خدا خواهد سرت در روی زمین مون خدا میبخشد بخشنده ناامید نشو فقط شیطان ملعون مرجوم نمیبخشد تو که به فرمان خدا رد کرد و بدبخت بری فرمان خدا هم رد کردنش الله سبحانه و تعالی خدا خواهد با اقرار نشید گناهشونه ما اقرار هستیم الحمدلله ما هر روز میگیم استغفر الله خداوندا گاه ها خطا میکنی گاه ها خطا عرق میکنی گاه ها خطا زنا میکنی توبه که انشاءالله خدا خواهد برگرد میگفته هستک خدا ندا میگه کسانی هستک که حاجت داره بگو خیز قرضی می کارم ندهی دسته می بیماری می بانکراتی می
او به خدا بیار گفت خدا جان خودت یاردم کن خودت خدا خواهد برکت در عمرم در خاندانم برکت خیز بگو چه نمیگو تو خدا خواهد مقصدت خدا پرسیدن نیست این مقصدت اعلا کردی محبت هم نداری گفتم کاریش بنده همه خیل هستن سهر رکلامت میکنن سهر شرمندت میکنن لیکن الله یک بارک در پیشونید کامپیوتر رو نمینیسه که زیناگر عرقخور دوست فالبین قمارباز نشکش نمینیسه اگر با پیشون من نیستم گناه من محکم پیشون با یک لطه سفید که میبندم که هم پیشون یک جرات بگنده یا کوچه نمیبوده ناموسه که کامپیوتر آدم میخونن میگن این دروغچی بوده این دوست بوده خدا مهربان بی ستار العیوب همه عیبات سطر میکنن چون یک بارک لین خدا نمیبره چون یک بارک پیش الله توبه نمیکنی خدا خواهد انشاءالله یاد کنید دویم گفت سیم نصیحتم گفت موی سفیدار حرمت که گفت عزیزی من خدا خواهد امروز بعض جوانا بولمده اتش حرمت نداره موی سفید مونو کوچنگی بیچاره یک بابای اتای کسا نه اتای ردناش امروز اتا نکرسته ده ردنا پاش امروز اتا نکرد جوانا بولمده این خدا زده مگمانیدم این مکتوب پدر تمام قدر خدمتت کرد همین قدر فیسی بینی تا پاک کرد کنک تا شوف خدا خواهد در کودکیت ماید یک بودی خدا خواهد در دومنش ریدی خاپرت کرده مگم که در سری ارکانش پروندی در دامن مادرت بیچاره نجاست کردی خدا زده یک بار براده پرتافتت با بیچاره وقتا گاز نبود و دورایی که تو کلون شدی بیچاره با اوی خدا خواهد جوشه کرده کنکات میشون با بوسعت میکرد بچه یک مفتن امروز یک تا بچه داده خدا خواهد جان تمتی از گوه که هم بچه تا کلش میگیرن خدا خواهد میگوی کله من رگی و تو همون خیل پدر تا ایست نمیکنی که پدر تو هم تعدیل همون خیل بود همون پدر که تعدیل تا بچه هم گفت پدر در کودکی گیرد دستی پسر با امیده که در پیری پسر گیرد دستی پدر امروز تو تروس در کوچه رسیه گشته بیچاره اتیا که 70 ساله 80 ساله محتاج یک دستگیری تو نه پول در کاره اتا در کار نیست تو هم خیلی میمری پاک خدا خواهد آن چی کردی با پدر بینی او را از پسر انشاءالله تو هم خدا خواهد 10 سال بعد کلام بابا میشه 20 سال بعد بابا میشه خدا خواهد انمی بچه که معامله میکنه تو هم برجک خونه نمرده میبینی محتاج الان بچه میشه بیا امروز خدمت کن بیا یک شاک در بغلش خوره نا انصاف پل گفته خدا خواهد انشاءالله من یک جوان میدونم مادرش مرده ساده پتین میسوزفته گرفته برم اما این کجا شده بچه که مادر گفت پتینش میسوخته خونه سوزه های مادر اولا نیست مرده برا پتین و پتین میاوی این روز مادر را نمیاوی که اولا نشو محل گشته نمی آید دوباره صدها زنیز خود سری خود به سنگ خوره اینجورا پدر مادرش گم کرده من پدر ما گم کردم 1000 سر مزنم نمی آید مردم ها میگن امک بجای پدر نه فندم نکنه جای پدر دیگر مردم ها میگن خاله بجای مادر نه فندم نکنه جای مادر دیگر هواره نشه خالت مادر نمیشه امکت پدر نمیشه چون با بچهش یکی پدر ارگی نره خدا خواهد انشاءالله این قدر شده است امروز داشتگی خدا خواهد انشاءالله امروز حرمتش کن با یک دمت کلانت کرد گفتی شاعر میگد نمک در کان ها شیرینتر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد آی بدبخت بیچاره جگرش خون شد خودش خوام نرفته خوان خودش نخود تا خوروند حاضی هم کلو شده ناانصاف بانکراچه ایشات یتت بکری آزیم اما که نمیتید او جوره دلا جوره خدا خطیت پرسیتت میتید باید یک بچه نیمکی پیسش بیا من بچه باید تو ناانصاف بکره یک توقی ای بازار گفته پوشونده قربت نداریم خیلی کرد توییده با او جورت خدا خط چاخونه برمده 1 کیلو گوشت روغن دنبه گرفته برده اتت نداده نمیتونی یک بار اپیکت نخدا خواهد در ماه رمضان اومده ساده 1-2 کیلو گوشت برده دادن ایزان علمه تزیتی هستید ایزان علمه ترسی خدا خواهد انشاءالله از زنت اگر خواهم شو قطیت خواه نمیرم دیتا شاشیکم بیاگه رفته خدا خواهد ای سوق لبای توچکه جفته میاری نا انصاف زن افضل ای پدر خدا خواهد این ایمان نیست ایمان داری اتا تای دست نته اپا تای دست نته این حالی همش یا زن یافت میشوه
این بچه یافت میشوه میگه اتد یافت نمیشوه بعدی مرد خدا خواهد بعد سرات در سنگ میزنی ولی بعضی ایرسی اومده پیش ما میگید من گوسفند میکشم من گاو میکشم من نبودم اتم ده تو در گور بودی میگم من در گور بودی چون کساشی نامدی چون میدونستی هم مردن شد میدونستی چند بارا تلفن کردن اکاو داده دان داده جان رسیده بیا اتم احوال جزمینه تو گفتی که پل پتن اگه پتن سر تخیره اگه گاو سر تخیره تو برای خودت میکنی خدا خواهد انشاءالله و آبرو برای خود ده انجام انسان براده کرده برای خود شه اتت نیست و اتت خدا خواهد بود اتت خونت نمیکردیش وای دیگه بود این برای آبرو خود ده این جورا برای تو گفته مساده یکی پدر رای دست نته مادر رای دست نته ایلا دنیا نماز نخون کسی که خدا خواهد بعض جوانه به مذهب برمده ریش موندگی حتی در کار نیست نماز نخون لوچی من فتوا میدم نماز نخون لوچی قول نیست نمازت برای این مسئله لبای عالمی دنیا پرس اگر گپم خطا باشه من حضرت چشتیم اگر گپم خطا باشه بیا درم توف کن اگر اتر راضی نباشه اپد راضی نباشه جنت نمیدروی بوی جنت نمیاری خدا خواهد بوی جنت برای آک والدان حرامه تا اول تو اپت برفته پاچکاش بوسه کن پاچکاش مچک عذر گفت اتا جان من ایروی نادونیم ایروی خدا زدهایی که به مذهبا امروز فند دارن گو که عذر گفت پدر جان عذر من خطا کردم عذر مادر جان گفت سر در زمین پاچکاش مچک یک بزرگی خدا را استاد شاگرداش در خوابش میبیننش که تمام ریشاش مروری چیده میگن استاد همین شب در خواب دیدم تمام ریشات و مروریش نه سبب چیه گفتم بچه جانا همین دین خانه دارم مادره که بیچارم پایلش در خواب گشته قپیدم بریشکا پاچکاش تازه کردم این هم دعای مادره که خدا ریشی منک چیگر مروری کرد ای دعای و خدا خود پریزیدنت بشه ای دعای و خدا خود میلیاردر بشه چون که دعای و اجابت بشه سه دعا های عزیزانی من سه دعا خدای تعالی قبولش میکنه یک تاش دعای پدر و مادره چی دعا کنه میگیرد اگر جوانی مرد شاگو میشوی کدام جوان مادرش خفه کرده در پیش من گفت ولی مادر زنده گفت بچم گفت داملا گفت در تلفن گپ زده من بچم همین خیلم کرد خدا خواهد انشالله از بچه‌کاش بینه ولی خدا خواهد میبینی ولی خدا خواهد سرت نمیاد بعد پشیمون میشی میگه افسوس سود نمیکنه ای خدا بترس این همش باعث خفه نشه باعث تربیت خدا ماه چون که ما از کودکی تربیت نکرده شدیم از کودکی پیغمبر نشد خدا نشناسونده نمیش ای کودکیش بیان نماز خون عبادت کردن نکرده شدیم امید نکرد تا سری بچه سجده نبینه وای خدا خدا هیچی نمیگرده نماز خونش که عبادت خونش که خدا خواهد انشاءالله خدا ترسش که خدا خواهد ای گفت نمیبرایه باور میکنی خدا خواهد گب زنی سرش خم کرده بسته چون که ای خدا میترسه وقتی که ترسی خدا در دلش درایه و ای خدا که بترسه حرمت هم میکنه عزت هم میکنه خدا خواهد این باور میکنی خدا خواهد مالواری میزند دور حضرت عمر بینه خدا خواهد یک جوان آورد یک پیرمرد آورد گفت که عمر همین جوان اومدم که آقش کردم چوه گفت اینا زدم گفت اینا چهرم کشید به تیاق بعد گفت که آخه حضرت عمر گفت اینا به تیاق شوه زده اما خیال کردم که این حیوانه و چوه گفت چون که گفت من همه خوردم که رویدم فقط ایکنی گاو خر میگردم ولی خط نکرگی نیستم ولی علم گفتگی چیز منده نیست ای نامم خدا خواه شرم میکنم نام یک کنگز سیاه در این تپکان نمیگرده آنمون نومه مادرم به نکاح گرفتگی قیمارباز عرخره من خواه کم که یک حیوان اکتد به یک تایق مونده باش گشت حضرت موسی گفت که حضرت عمر عادل گفت که منو بگم پیرمرد تو آخشیده بچت شما گفت ای دو طرفین آخشیدن ترسه اگر وظیفه هایی که شریعت 6 وظیفه در پیش شما نسبت بچه ها مونده اگر نکنی پیش الله نول جواب میدی بچت روز قیامت از بالا دعوا بکنه ای خدا بترس ای حاضر خدا خواهد از کودکیش خدا خواهد آموزش از کودکی علم و تعلیم بتش هر کی میگه در کودکی ادب برخواست در جوانی نخواهد ادب کرد مثل شیخ سعدی وقتی که در کودکیش نکردی جوانیش نوره نشان نکرد گفت نمیفارش خدا خواهد چه 14 ساله 15 ساله کشید گپ زنی خدا خواهد او چه تنگه بکنه یا بسر داد داره مثل خواهد شد من میره یاد همینجا اقل زنت نمیخزه جوش همیشتگی باشه سیدی رفته ساشه تا میکنم با هم بتگیستیه یک اومد اگیستیه یک تا مخلوق
و کاری که خدا خود ای جاش پریده خستش در کار که پرزیدنت اومد خسته در پیش و کورپاچه انداخته مردک جان احسان هم آمده دیل چیکش دسته او دختره که برنم میاموزنه میگوی بیده من بگه شما هم تکرم در کن وای که نخست خدا خود و بچه دم دراز خدا خود اقل پویش جمع نمیکده نمیگه کی ما داشته خونه با اگه بگونه بلگیست انا تربیت خدا خود یا یک بار هم یاری خدا خود در ته در آمد علی رامت علی نشان علی گفتن بگیر خدا خود ای خونه نه برو یکلا ای میگه گدا باشه همجا پرسسته او باید که بدبخت پریده و منش نکن که جان پدر جان لبای که گفتنش نکن اگر خدا جو باشه لبای که اروه گفته که صحابه بینین بچه ها تربیه شه اروه گفته که صحابه گذشتگی عاشق خدا بود یک لحظه از ذکر خدا نمیموند ای عاشق پاش میگه چی شد کسلی خدا خود انشاءالله رخ شد عاشق پاش طبیبا جمع زدن گفتن که باید که ما اروه پاچکشه بریم اروه گفت ما تو نگفت موادی مخادر میتیم یعنی ما تو خدا خود نرکاس میتیم نرکاس میتیم پاش من گفت منو بگفت طبیبا گفت من نمیخوام که یک لحظه الله جدا باشه خیلی گفت چیکار کرد نکن نبریم گفت بالا میدوه گفت هم مجات زیر میکنه گفت چیکار کرد نکن ناشم گفت یک تماسیت میتیم من همه اتحیات نکی میشینم و رنگی ماش ما 2 سکون 3 سکون نماز نمیخوندن نماز عاشقانه خیلی بود ساعت ها ذکر خدا همه اتحیات نکی شیشتم شما بریدن اثر کنه نبینه اتحیات میشینه پاچیکشم میبرن دارو میکنن همشه میبردن 1 گرم نمیده عشق خدا بی هنی نماز عاشق میگن ما شما خدا خواهد نماز 15 بار اطراف چه نبینن نماز خونده ساده خدا خواهد گاو چیشید برز چیشید فوتبال چند داشته سریالی سلاش دو لبلوم در کوچه پایسته موند نمازه بای بین بعدی میگه شید میگه برمدن گفت که شید الحمدلله گفت نه نخبا اون بعضی ها کسل میشته و کسل اقوال میکنه اونه کسل فلان این ما در گیجا چسبید اگه گیجا اومد این سرا شید خطای خطه خیلی الله داد شکرانه که خدا خیلی شو الحمدلله گفت کسل میشه بیمار میشه میلیاردر میشه بانکرات میشه بلا میزند همش ای جانب خدا ای خدا میبینیش انشاءالله خدا خد بعد بچه شو فریاد کرد میگد ای عبدالله گفت اینجا بیا آواز نبرمد استغفرالله گفت پیشم طبیبان ده گفتن چیگه پس تا حال یگان تا بچم لبیک نگفتاد میگن همه حالت میگن میبخشی میگن حضرت بچه میگه بالای بوم برمد میگه غلطیده وفات کرد الحمدلله گفتاد با یک دیگه بچه من و شفاعت کرد که لبیک گفتاد میگه دیده اومد پدر جان چی خدمته بین هنی خیلی بچهش در کار که خدا خواهد انشاءالله در دمگت کار تای دستت بگیر اگه که پدر کار نکتو ما ایستادیم یا دختری بعدا خوب باشه مادر تو خمیر نکی که من 12 15 ندراردی وظیفه منه که بس من خمیر کاته میکنم بس من پشا کاته میشونم من با یک امید کلون کردی اکل راحت کردن تو وقتشه تو مزه کرد در کار بچه جان اتا جان مزه کردن در کار بس این ماشین خریده بانوی خیده چون بانوی احتر نمیکنیش چون نمیبر یک بارگو که پدر انمی کلیت از آن شماست تا شما زنده است این ماشین من نیست و یک باغ مشکوفه و فخر کنه در بین مردم که خدا خواهد ما هم بچه داریم و چند جان ده میگن رحمت میشنوی خدا خواهد مردم با واسطه خدمت میشنوی میگن رحمت یا که نه پدرش لعنت میگه آتش زده ساده پدر لعنت اپاش میگه اپا نکنه لعنتید میکنه رحمتید میکنه می بچه میکنه با خود یک سونت میکنه آبرو تمیز نمی دخترت میکنه لیکن دوست تربیه نوشیار شوق تربیهش که خدا خواهد انشاءالله فهمونش از کودکش آموزونش رای حق نشانش عزیزی من از خدا بترس انشاءالله خدا خواهد و بچه ترسمند 1 گرم زیانش نیست و تربیهش نکنی به آبرو میکنه خطه میکنه یا حضرت نمیکنه خدا خواهد بچه ای که نمیگن بچه داملا بچه میگن خدا عبدالله بچهش جدا بیادب بوده اگر یک مرکه نمتا ششتاش اگر نشناسن تو گوان که همین بچه های عبدالله بینن بیچاره بچه خوب من همین 1 کیلومتر باشن سوار کرده ورده فراد دعاش کردم خدا تیلا اگه حال شما که مستفیده بینه با چند کرده میگذه سخته هرچی ندارم سوار نشه خدا خواهد و دعاش اگه خدا خواهد انشاءالله و دعاش اگه خدا خواهد با مشکوفی و میگن کن پول نگی دعا گی
و بیچاره خدا امروز ماشین خدا داده ماشین زکات داره زکاتی ماشین چه میدانی همین یک بیچاره یک روز نکته تا آدم بپرسه میکنی هوای الا خدا خود ماشین بلانش میپره هر روز وقتی که خیر نکی با چی بگم برای خدمت مردم بگم نکی 6 ساعت داده هم سه بچه‌م که این میگه بنزین نداره اروتسیا و چقدر خیر نکی خدا خدمت بیچاره محتاج اومد بچه کم تاب داره بسو خراسونش ای خاطر غنیمت دوستم میگه بنزین نداره بابا بنزین بیار نفته خشوفته مرا روز ته بنزین چه دلت بنزین خدا متیا دعای وگی دعای بیمارا قبول بشه الله سبحانه و تعالی خدا خود دعای بیمارا را پرمای قبول میکنه پرمای این نکی کار بد این چه همش آدابه همش انشالله تربیه خدا خواهد انشالله خدمت جامعه را کن خدمت خلق کن خدمت آفت کن خدا خواهد ما همون بخل زنده هستیم نیاد نبرو همین خلقه خدا خواهد همجا آمده شیشته خلق نباشه من دوملاگیم بچی های با همین مردم های این مردم که بیمه گوش نکنه من چی نکر دوملاگی تو نمی شما هسته با شما هم صحبت میشم شما هسته با شما خدا خواهد یک جای میشم گاه گبی سختو میزنم یکی از روی چی عصبی گم میزنم من دیده سادم امروز جوانای شما چیکار کرده ساده من دیده سادم امروز دخترها چیکار دارد شما میبینه یکی چشماتو پرده گرفتگیه ولی بکسه افته هم یک بچه دخترم برچکشته باشه اگر منده چی منده چی نبراو در کنش یه لغا زن خدا زده چون که تو امروز این نکه سادمی ساعت دختری من نمیکنی گو بدبخت ما هممون نصیحتگر شیم عزیز خدا همه دیدی کوچندن لغا شپکش کن دیم بار همه آدرس بیادش نمیزنه ولی همه بچه قرطقایه که شرق آباتی بچهش بچه حساب کن دخترش دختر حساب کن نگبخت میشه من در چی گفته که کار پرتا پیغمبر بزرگوار میگم و این را منکرن فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبالقلب فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبالقلب و هو اضعف الایمان پیغمبر میگه یک منکرات شریعت دیدی که یک کس عرق خورده است یک کس با همین کار دارمی برو با دست شکن زده اگر نتونی با زبانت گوی بدبخت خدا نمیترسی نبینم در تیراتور خدا زده گم شو نمیتونی وقتی که میگه بدلت بعدش میبینیم من در چی گفتی و ایمان تا ضعیفی شکل پیغمبری بزرگ ایمان دمک خیلی کامل نشده اقلا رفته نگفتیش که باره خدا این پگه دخترک عطا داره پگه بیچاره به یک امید کلون کرد که خدا خواهد کلون شد پگه پیش مردم دار آش میتیم گوش میتیم جورا ما فیراد که با یک آب و روح دختر ما میتیم گفته که تو خدا زده اینه دوست میگن همین فرزندای و فرزندون دختری همین دیار دختر دون بعد ایمانت کامل میشه با هر نخیر من در کوچه سر کلم میگردم بچه ها را بعضیشو فیراد که گفتگی من میگمش خدا خواهد انشاءالله خدا میدونم خدا من چیکارش میکنم من جوانه 4 تا بچه دیدم در یک را پایسته سجام اینجا بیا چیکار کساده در اینجا هم تک بازی کنیم هم بازی کنیم ادی ما هم هر یک تا خوار داری که خوار دارم همین خوارد که یک از بازی کنه میفارد تا که رگای گردن شو دیگه شید اپا داری گفتم همین اپا که یک از بازی کنه خاله داری نه پیغمبر گفتگیه پیغمبر یک صحابه اومد پیش گفت که من یا رسول الله زنا میکن من اجازتیه صحابه گفتن میشپیمش گفتن یک دم صبر کنی گفتن بچم اینجا بیا حتی زانش بزانه جوان پیوست کرده گفتش ای گو بچم چی گفتی زنا میکنی همین گفت مادر داری همین مادر که یک از بازی کنه میفورد خوار داری دختر داری زن داری گفت که نمیخوام گفت با یک نیم پاره خشید گفت که نخیز بچم بشی تو سوال داده من جواب دادم همون خیل گفت تو دخترای مردم هم حفظ کن که اما دختری مردم همچنان گفت خواهر دونش اپت دونش عمت دونش خالت دونش همون دختره که بازی میکنه یک کس نه مادر یک کس نه خواهر یک کس نه عمه یک کس نه جیانه یا نسمی خودت سوال که همونجا خودت مون خودت نه جواب گیری میشه خدا خود این کار نمیکنی یکی کراشی خدا خود میکشی یاد نبرو نه یاد نبرو کننده کشنده میگن کوتاجی کو کننده کشنده یک کس دختر تا فریب کردی دختر تا فریب میکنه زن یک کس نه لیزید کردی زن تا نه لیزید میکنه نبرو این دنیا خدا والا نگه داره 10 سال بعد و 5 سال بعد هم تد میکنه که کوچه نمیبینی از ترس بعد دوله نمتا خونه نخواه میره نه مرکه میمونی ای آشم میمونی ای چه خونه میمونی ای جوره میمونی همش میمونی رفته چون مردم میشنود
که بدبخت همین کار کرده. برای همین خدا خواهد آخر این زندگانی مردن است، آبروی نزد مولا بردن است.